سلام، صبح بخیر. داریم میریم یه جزیره‌ای که نزدیک خونه است و کریسمس مارکت داره و من اونجا خیلی از رزیدنت ها و خانوما رو میشناسم به خاطر شغلم و بابت همین یه جورایی ساپورت اونا. خب بعضیاشون اونا غرفه دارن، استال دارن و کلا خیلی وقت نرفتیم و دولت جدید اومده قیمت‌های فری، یعنی اتوبوس‌های دریایی به نوعی میشه گفت، تاکسی ها اتوبوس‌های دریایی رو کم کرده. مثلا اگر این مسیر لند تا آیلند مثلا 15 دقیقه است، اگه قبلا $6.5 بود هر طرفش، مثلا 12-13 دلار برای در میومد، الان 50 سنت کرده، یعنی با $2، یعنی با $1 میری و برمیگردی. و بابت همین خیلی از آدما، اونه که مثلا خانواده زیادی دارن، نمیرفتن این برنامه. الان بخاطر اینکه این نرخ خب ارزون تر شده، I think she already sold it definitely. این یه کافه محل کافه نزدیکمونه که مدت‌ها گذاشته بودش برای سیل و هیچ کس نمیخریدش. حتی بیزینس رو برای سیل گذاشته بود، نه ملک مال کسی. همونطور که میبینین راه افتادیم الان نزدیک دریا. چی بگم راجبه کمتر از 10 روز مونده به کریسمس و خب تو محله های مختلف که بهش میگن سابر همه جور مارکت ها هست که محلی ها مارکت های مختلف دارن. حالا چیزایی که خریدن یا میدین چاینا یا خودشون درست کردن، گوشواره، کارت تبریک، لباس، کتاب، کیک، کاپ کیک، از این چیزا. معمولا چند تا فود استال هم میذارن و اینا. روی ماشین سبزی که داره میاد، ماشین شهرداری میاد چک میکنه که اگه کسی جای ناجوری پارک کرده، این بیزینسش اینه که ملت رو چقدر بدن میاد ازشون، ملت جریمه‌های $200 $300 کنه. anyway اینم مثل دینو خوشحال میخوایم ببرینش امروز. آره این مارکت ها هست، مناسبتی به هر مناسبتی معمولا این مارکت ها هست. خیلی از سابربام اصلا معمولا ویکند مارکت دارن، یعنی تمام ساترده و ساندی ها میان. فود معمولا فود کارت و این چیزا هم هست، کافی، فود و مثلا میان یه چیزایی میفروشن، همه چی. حالا فیلم میگیرم چیزای ریزه میفروشن، بعضیا به درد بخورن واقعا، بعضیا نه. جایتون خالی، هوا خیلی عالی. تابستون شروع شده توی استرالیا و دیگه میدونید از سایت‌های مختلف کریسمس تنها تو استرالیا کریسمس همیشه وسط تابستون و گرم است. دیروز خیلی بارندگی شدید از این بارون هندی‌ها که یه لحظه همه خیابون اصلا پر میشه بود. امروز بهتره، باد خوبی میاد، یه 4 قطره میاد، باز